به نام خدا، شیراحمد رحمانی هستم از شبکه تلویزیون کافه ترید در خدمت شما. در آموزش های 0 تا 100 ترید امیدوارم که پله به پله قدم ها رو بیم جلو که تا یک تریدر موفق تبدیل بشیم و امیدوارم که این برنامه همه آموزش ها قدم به قدم ببینیم و تمرین بکنیم. حالا به قسمت اول از آموزش ها خوش آمدید. ما وقتی میخوایم ترید یاد بگیریم، اول از همه نیاز به یک کامپیوتر و یک لپتاپ ساده و یک تلفن داریم و در کنار از او به یک برنامه در سایت تریدینگ ویو. او در گوگل نوشته میکنه تریدینگ ویو و این سایت میه بالا. حالا بیایم روی چارت که یکی به یکی از اینا برای شما توضیح بدم. وقتی داخل گوگل نوشته بکنید تریدینگ ویو، این سایت بالا میاد. این سایت نیاز به ثبت نام داره، اما ثبت نام رایگانه. چند تا اپلیکیشن قسمت های دیگه هم هست که اونا پولیه. در اولین قدم نیاز نیه که شما چیز از پولی از فعال بکنید. شما فقط ثبت نام میکنید به خاطر از اینکه وقتی میخوایم یک ارز یا مثلا یک اسست میخوایم ترید انجام بدین، اول باید داخل تریدینگ ویو بیایم تحلیل بکنیم. خب وقتی که ثبت نام کردیم، وقتی تحلیل هم که انجام دادیم، از این سایت هم که بیرون بشین دیگه نیازی نیه که شما دوباره تحلیل بیایم انجام بدین. چرا؟ چون که تحلیل شما برو از این چارت میمونه. چارت ما از دو قسمت تشکیل شده. سمت راست قیمت رو برای ما نشون میده، سمت پایین برای ما تاریخ و ساعت نشون میده. خب حالا میام در کنار از این برای شما درباره کندل صحبت میکنم که اصلا کندل چی هست و چی خصوصیات داره. این کندل ما کندل سبز و دارای سایه یا شادو پایینی. خب این کندل سبز ما هست. ببینید بدنی از این رنگ و سبزه، دو تا شادو داره، یک بالا یک پایین. این از 4 قسمت تشکیل شده. از این قسمت قیمت اوپن شده، یعنی قیمت از اینجا باز شده، ریزش کرده به پایین تا پایین ترین قیمت دیده. بعد دوباره خریداران ورود کردن، این قیمت بردن بالا تا بالاترین قیمت دیده و بعد آمده به این قسمت دیگه کلوز کرده قیمت، یعنی تایم همین کندل تموم شده. کندل قرمز هم که اگه این رنگ کندل سبز به این معنی که یعنی خریدارها هستن، یک ارز میخرن میبره قیمت رو بالا، و کندل قرمز ما عین همین شکل ما میایم رنگ تغییر میده و این کندل قرمز ما هسته. خب این شادوی بالایی از این شادوی پایینی از این. خب حالا کندل قرمز ببینیم سبز قیمت از این پایین شروع شده، باز شده، یعنی اوپن شده، قیمت رفته بالا. و قرمز که هست برعکس، از این بالا قیمت اوپن میکنه، میره یک کم بالاترین قیمت رو میبینه، دوباره ریزش میکنه میای تا پایین ترین، یعنی پایین ترین قیمت رو به خود میبینه و بعد به این قسمت دیگه زمان کندل یا همون تایم کندل تمام میشه. که این اگر رنگ سرخ بود یعنی فروشنده ها دارن میفروشن، اگر رنگ سبز بود یعنی خریدارها دارن میخرن. خب میریم سر از این موضوع که برای شما بگم که خب ببینیم عزیزان، حالا اینجا هستی میبینه شما 1 دقیقه، 3 دقیقه، 5 دقیقه، 15 دقیقه. این به نام تایم فریم میگن. یعنی چی؟ یعنی هر کندل ما که حالا نگاه میکنیم ما داخل 1 دقیقه میارم، هر کندل ما
تشکیل شده از 1 دقیقه، 1 دقیقه اینه، 1 دقیقه اینه، 1 دقیقه. تمام از این کندل ها هر کدوم از اینا 1 دقیقه هن. اگر بیام رو تایم فریم به این بالا، اگر 3 دقیقه بزنیم، یعنی هر کندل ما 3 دقیقه، یعنی 3 دقیقه زمان برده که تا یک کندل تمام شده و بعد دوباره یک کندل بعدی شروع شده. خب تمام از اینا ما میه مثلا 1 ساعته داریم، 2 ساعته داریم، 3 ساعته داریم، 4 ساعته داریم و هر کدوم از اینا ببینیم این روزانه. هر کندل ما 1 روزه. وقتی تایم فریم بیایم عوض بکنیم، هر کندل ما نشان میده که دارای خصوصیات همون شکل، اما 1 روز، یعنی 1 روز زمان برده. ببینیم مثلا امروز از این پایین، از این بالا شروع شده تایمیو آماده پایین تا هنوزم تمام نشده. نگاه کن اینجا هنوز 10 ساعت و 47 دقیقه دیگه از این کندل مونده، یعنی تا زمانی که این تایم از تمام نشه، این خودمی کندل یا نوسان خود داره یا قیمت میای پایین یا میره بالا. در از این گوشه سمت چپ چارت که میبینیم اینا ابزارها هستن. خب با قسمت های بعدی من برای شما میگم که از این ابزارها ما چطور میتونیم استفاده بکنیم و کدوم از اینا به درد ما میخوره. بیشتر از این ابزارها در وقت تحلیل برای ما نیاز نیست که ما بیایم از اینا استفاده بکنیم و از اینا کار بگیریم. فقط همین ابزارهایی که برای ما نیاز باشه من میام تک تک از اینا رو برای شما بیان میکنم که مورد استفاده باشه. خب بعد ببینیم عزیزان، این روند ما میخوایم درباره یک روند ما صحبت بکنیم که اصلا روند چی هست. ببینیم روند ما فعلا همین این چارت طلاه، یعنی روزانه. روند ما روند صعودیه. نگاه کنید از این پایین قیمت آماده رو به بالا، ببینید از این پایین قیمت حرکت کرده رفته بالا، دوباره اصلاح کرده، دوباره رفته بالا، باز دوباره اصلاح کرده به پایین، باز رفته بالا، باز اصلاح شده، دوباره رفته بالا. تا اینجی روند ما میتونیم بگیم روند ما صعودیه. خب در این قسمت که میبینی از این پایین حرکت کرده، قیمت رو بردن به بالا بردن. حالا یک روند نزولی ما چی رونده میتونیم بگیم؟ ما روندی که رو به پایین حرکت داشته باشه یک روند نزولی. ببینیم عزیزان از این بالا مثلا قیمت آماده پایین کم اصلاح کرده رفته بالا، دوباره ریزش کرده پایین، دوباره یک اصلاح رو به بالا، باز پایین، باز بالا و همچنین همینطور ادامه داده تا به پایین. این روند نزولی میگن. یعنی قیمت از این بالا حرکت کرده، ریزش کرده، یک اصلاح داده رفته پایین، دوباره اصلاح داده، بازم ریزش کرده رو به پایین. این روند نزولی مانه. حالا و یک چیزی که دیگه که خدمت شما عرض بکنم اینه که وقتی که ما میخوایم یک تحلیلی انجام بدیم، در قسمت‌های بعدی برای شما مشخص میکنم که تک تک از اینا بیان میکنم که چطور شما مثلا همین که شنیدین حتما که عرضه و تقاضا چیه، نهایی‌های حمایتی و مقاومتی چیه، درباره از اینا در قسمت‌های بعدی خود شما صحبت میکنم. فقط از شما میخوایم که همین تمرینی که برای شما گفتم این روی چارت برین تمرین بکنه. یک چارت یا دلار باشه یا مثلا بیت کوین باشه یا مثلا طلا باشه، هر ارزی که میخوایم روی چارت بیارین این قسمت کلیک بکنیم. این به علاوه که هست اینجا نوشته میشه اد سمبل، رو از اینکه کلیک بکنیم هر ارزی که شما بخواید، مثلا BTC یعنی اختصار بیت کوینه. وقتی شما این نوشته بکنید میای اینجا رو از این کلیک بکنه رو چارت شما اضافه میشه. مثلا نگاه کنید این چارت بیت کوینه. بریم رو از این چارت رو ترینوین باز کنه، روی کندل ها رو نگاه بکنه، ببینید که کندل ها چی رفتار میکنن. 1 ساعت رو نگاه کنه، 5 ساعت رو نگاه کنه، 10 ساعت رو نگاه کنه، تمام ماهانه از این، 1 دقیقه از این، تمام تایم فریم از این نگاه بکنه تا کندل ها رو بشناسه. اصلا یک کندل یعنی چی؟ چرا کندل مثلا اینجا رنگ سرخه، چرا اینجا قرمزه، چرا اینجا که قدر رفته بالا آماده پایین. اینا رو خوب رو چارت نگاه بکنیم، شادو رو نگاه بکنیم. بعضی کندل ها نگاه بکنیم که اصلا هیچ شادویی ندارن،
فقط فول بادی هن. اینا به این کندل میگن فول بادی، یعنی تمام بدنی از این کندل تشکیل شده از همو قیمت خریداری که به این چیز داده، یعنی فشار آورده که قیمت برده، هیچ اجازه نداده که سایه به این تشکیل بشه یا مثلا شادوی. وقتی از زمانی که این کندل از همین قسمت پایین باز شده تا به آخر، تا اون بالایی که رفته، همه زور خریدارا بوده. به این میگن کندل فول بادی که هیچ شادوی بزو وجود نداره. اینا روی چارت عزیزان تک تک از این کندل ها رو نگاه بکنین و اینا رو تمرین بکنین. ترید اگر شما تمرین نداشته باشین و ای که شما اگر داخل مثلا بعض پیج ها ببینید که مثلا زود شما تریدر میشیم، نه، از این خبرانیه. شما باید زحمت بکشین، باید تمرین بکنین، باید خوب ببینیم چارت، بشناسین که روند چی هست، کندل چیه، کانال چیه، که در قسمت های بعدی برای شما توضیح میدم. در نهایت میکنم برای شما که اینا فقط تمام کارها از آموزش و تمرینه و امیدوارم که این قسمت مورد پسند شما بوده باشه و از شما خواهش میکنم که اگر میخواهین یک تریدر بشین فقط تمرین بکنین، بریم رو چارت، هر ارزی که میخواستین باز بکنین، کندل ها رو ببینین و ای که دیگه با تمرین زیاد باعث میشه که شما مثلا پیشرفت بکنین، پله به پله برین بالا. تا قسمت بعدی، خدا نگهدارشون.